نزدیک 10 سال هستش که 19 سال یک مقوله جدیدی به ادبیات سیاسی کشور ما اضافه شده که این روزها به خصوص نقل محافل مختلف کشورمون شده، اون هم بحث فناوری هسته‌ای است. به همین مناسبت دعوت کردیم از مهمان بسیار بسیار عزیز و ارجمندی که تشریف آوردن به برنامه صبح با خبر، جناب آقای دکتر، که گفتگومون رو با ایشون آغاز می‌کنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. من امروز تکی نیومدم پاشم بیام اینجا، فهمیدی یا نه؟ این مشنگم از مجلس با خودم آوردم که مقوله‌ای برای خوده. طبیعتاً اشراف ویژه‌ای دارید برای این مقولات. اگه بهتر از این بود و می‌داشتم میآوردم، نداریم تو نظام دیگه. حکایت همونه که رب به دوستش که می‌خواستم برات گل بخرم ولی دیدم خودت گلی کود خریدم آوردم. البته در مثل مناقشه نیست، این به کود میخوره ولی تو گل نیستی. من اولین سوالم از خدمت حضرت عالی این هستش که آیا واقعا دستیابی به این فناوری هسته‌ای اینقدر ارزش داشت که ما دچار این مشکلات و یا چالش‌ها بشیم؟ فناوری نه، ولی بمب چرا؟ حسابشو بکن، یه بمب شیک تمیز آکبند نو، کلیدش هم تو دست مقام عظما. دیگه این بدبختی ها رو نداشتیم که هر شب از فردامون بخوام بترسیم. که حالا اگر یه وقتی فرصت شد من میشه که اشاراتی به جزئیاتش هم بکنم. نجابت زبون به دهن بگی، بی اجازه حرف نزن. ناکس بعضی عین انگشت کوچیکه پا میمونن، برای اینکه بهشون توجه بشه خودشونو به در و دیوار میزنن. داشتم میگفتم مقام عظما خیلی آرزوها داشت، خیلی آرزوهای بزرگی که فقط با بمب اتمی برآورده میشن. متاسفانه لو رفت و خلاصه نشد به اونجا برسه. یه نویسنده بزرگی میگه که به اندازه آرزو تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو بکن. ترجمه بسیجی فهم این جمله این میشه که اگه ارزه نداری یه غلطی بکنی، غلط کردی مرتی که بی ارزه که غلط اضافه میکنی. حالا با این وضعیت ما پا شدیم رفتیم تو مذاکره. توی این مذاکرات ما دستاورد مهمی به دست آوردیم. اون دستاورد اینه که تحریم ها شکسته شده. چی؟ این خبرهای معده‌ای رو از کجا آوردی تو؟ تحریم ها من به اطلاعاتون میرسم شکسته شده. بیشین بابا، تو هم همین که تو کنار من نشستی تو بحث استراتژیک همه رو خنده میندازه. مشنگ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که کچله پا شد رفت سلمونی، همه زدن زیر خنده. اینم برگشت گفتش که خنده و کوفت اومدم آب بخورم. حالا ولش کن، من نیومدم اینجا بحث تکراری بکنم. بحثی که من براش پا شدم اومدم اینجا چیه؟ بحث مذاکرات طولانی و فشرده و بسیار نفسگیری که از سوی مسئولین کشورمون در جریانه. نه خیر، بحث استراتژیکی که الان رو میز بحث اوکراینه. ببینید اتفاقاتی که چند روز گذشته در اوکراین افتاد، 2 هفته طول نکشید با تظاهرات خیابانی دولت رو تغییر دادن. همین اتفاق در مصر افتاد، در جاهای دیگه افتاد. مقام عظما همین بحثا رو شنید که قلنج استراتژیکیش گرفت و اساسی همه جاش درد میکنه. پهن شده همینجوری وسط بیت افتاده. جمع کردنش هم آسون نیست. این آش که بریزه رو زمین با خاک اندازم نمیشه جمعشون کرد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که یارو مشنگه پاشد رفت دکتر، گفت آی دکتر تمام بدنم درد میکنه، هر جای بدنم که انگشتمو بهش میزنم دادم میره هوا. دکتر یه خورده معاینه کرد، گفت خب به خاطر اینکه انگشتت شکسته. مقام عظما این دفعه بحث اوکراینشون شکسته. ببینید این مسئله‌ای که من در مورد اوکراین عرض کردم مسئله مهمی است. یه بار گفتی شنیدیم دیگه، مگه است همینجوری من توضیحش هم دادم. از قدیم گفتن مراقب آدمای تازه به دوران رسیده باشین، همونطوری که به دیواری که تازه رنگ کردن هیچ وقت نباید تکیه بدین. از جناب آقای دکتر بسیار سپاسگزار هستیم که در این گفتگوی صمیمانه شرکت کردید.